شما از خوردی همین گونه خراب و لاغر بودید؟ کمتر مؤدب باشید. گویا که شما رو کسی جادو کرده است. در این باره فکر میکنم که خبر دار. خانه جادوگر بسوزم. با یک سامان اونقدر نیاز داشتم با صدای یار یار رفتی زیمن ای نگار، از تو وفا ندیدم ای دلبری دل آزار. خب باز اون سالهای تکراری با بوز تقلید کنید که من بوز نیستم آخر. اگر نه من زیبا تقلید میکنم. شما دادنی هستید؟ پول البته. پول؟ بله. بدی نوار میدهید پول رو من از بریم پول دوستش دوستت میداره میدانیانه خاطره ها میخوانیانه. اقلا همون که از روی آدمیت انسانیت جوی همون زرینه دو مصرش خواهد. تو کی گفت ما زیادین نورزاد یک لحظه فکر کرد بعد پای سختر کشید برین گمشین در ای بیرون پوشه. مبادا شبه که نباشی شراره های دل بمیرن. شما رو با کنسرت دعوت کردید. یک وقتا آدمگریتون خیلی بلند بود. یک وقتا زمانه حالا نه نمیدونم حضورش من کم با شما می‌نشینم میخیزم. پدر یادم نرفته است مهربانی، پدر یادم نرفته است خوش زبانی، پدر از وقت رفتی من شکستم همه حرف دلم از ناتوانی. حمدی بی حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز مقرر داریم در داروخانه شفافرما. در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از اختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیره ها و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه خلاد عجیم. حدیث پیامبر است که بعد از مرگ همه درد دواهای سیادونه دو نمود تازه میشود. یک نمود دیگه گرم کرده روغنش میگیرن، یک نمود دیگه خنک میخواد روغنش میگیره. از همه خوب و بهترینش این همین خنک شد، یعنی که خلادنی عجیم فیلتر نو کرده تازه شما میتونید دسترس کنید. میدهاش هم هست اگر روغن سیادونه را و همچنین سمیمون هست و دیگر غیر ها هست ان شاء الله با باوری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید. درود مخلصان، بینندگان و هواداران برنامه‌های جالبی کانال تاجیکان گروه. برنامه نوبتی چهره آشناس تقدیم شما از کانال ما و این لحظه ها مهمان ما هستند یک تن روزنامه‌نگار و هنرمندی واقعا هم محبوب و شناخته، هنرمندی که در داشناس و خیلی ترانه‌های شنیدنی دارد، ضیاءالدین نورزاد. خوش آمدید برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر با خاطر که ما را به برنامه خویش دعوت نمودید و لایق دانستید که با ما سر یک سفره بنشینید با ما صحبت کنید. سلامت باشه. و میخوام که صحبت ما هم جدی و هم شوخی سوالهای ما باشد. چون اکثر مردم شما رو همچون یک هنرمندی جدی، هنرمندی که بیشتر ترانه‌های غم‌انگیز می‌سراید، ماتم‌سرا و اکثر مردم شما رو هنرمندی بانوان و مادران میشمارن. ولی من میدونم که شما در زندگی پس پردگی خیلی یک انسانی شوخ طبیعت هم هستی. چرا که همین رو در اکران به مردم نشان نمیدی؟ من نشان میدم، فقط که اینکه شما بهانه جویی میکنید در برنامه کنسرتی من که شرکت نمیکنید نمیبینید. شما از اون نفرهایی که در برنامه من شرکت میکنن یک بار بپرسید، آنجا هم اشک است هم خنده است. لحظه های تفریحی خیلی زیاد است. من سری هر یک ترانه غم‌انگیز که اجرا میشود پسان حتما یک لطیفه براشون نقل میکنم، مردم را خوشحال نگاه میدارم. هست ولی شما ندیدید که این عیب من نیست. چه سیر دارد که اینقدر مردم زیاد میان به کنسرت شما؟ یگان سیر جدی ندارد عبدالرحمن جان. آدم بودن، انسان بودن، با مردم نزدیک بودن. میدونید یک بار با یک گروه رفیقان نشستیم و یکیش گفت که اکا من همه فعلی را دوست میدارم، یک فعلت پسند نیست. گفتم چی؟ خیلی خاکساری، تو حافظی، تو روزنامه‌نگاری، یک کمتر
فاصله بگیر، قدر قیمت خودت رو بدان. و من گفتم شاید درست میگوید. اون قدر شرح آوردم، روایت آوردم، واقعا نقل کردم، تاثیرش نکرد. و بدتر به خلاصه آمدم که تکبر، غرور، این پیراهن همین واژه هایی که گفتم اندازه تنی من نبوده است، در تنی من نمیشد. من نمیتوانم دیگر گونه بودم. و به خلاصه آمدم که غرور داشتن، تکبر داشتن اصلا این خودش یک تنهایی است. با اون خاطر جمع میشند که من تماشابین خودم رو دوست میدارم. همیشه فکر میکنم که کنسرت رفتن، تماشا کردن، استراحت کردن حق زن است، حق بانو است، حق خانم خاندان است، حق مادر هاست، پیرزن هاست. مرد باید در کوچه باشد. اگر مرد همه روز کنسرت برود، تفریح کند، رقص و بازی کند، پس وطن رو کی دفاع میکند؟ کی کار میکند؟ کی به خانه نان میآورد؟ بله. و شما از خوردی همین گونه خراب و لاغر بودید یا بعداً؟ چون که یک شناس نزدیکتان گفت که سبب لاغری یکی زیادی نیست، بیماری است. او زود بیمار می شود. کی بود از شناسی من؟ آه نامرده. سیرا فوش کن. شما عبدالرحمن چرا یک بار دم کردید؟ شما یک بار دم کردید؟ من بعد از اولیدار شدنم همیشه. بخدا؟ یعنی تاثیر انگه به شما زودتر. بله. این نقطه درست است که میگن که وقتی انسان ها اولیدار میشن، اگر شوهر خراب باشد، خانه‌داری، همسرداری فورد فربه میشود. خب همسرداری به من نگفتن است. میدونید من نمیگم که من خراب هستم، من لاغر هستم، من نوخط هستم، مینیاتورنی آدم. کمتر مؤدب باشید، شما لاغر بگید. چون من در آغاز برنامه گفتم که برنامه ما هم شوخی و هم جدی میگذره. ببخشید دادر حکم به اون درجه نیده. و برای فربه شدن خودتون یگان بار کوشش نکردید یا با شما تماما پسند نیست؟ نه من کوشش نکردم. چون امروز داروهای مخصوص هستن که در مدت 1 ماه میتوانید که فربه شوید. نیست شما. نه همون گونه‌ای که هستم، مردم مرا همین گونه دوست می‌دارن، همین گونه قبول کردن. برای همسرم پسند هستم. میدونید گاه سری همین موضوع با فرزندانم شوخی میکنم و اونا میگویند که تو برای ما از همه پدری زیبا هستی، از همه خوشرو هستی، از همه نازنین هستی. این برای من مهم است در زندگی من. چیکار دارم با مردم؟ بله. و اوضاع پنج شد که گویا که شما رو کسی جادو کرده است و میخواستم که انا اویدی انا این مسئله شاید یگان دشمن شما باشد، شاید یگان سابق معشوقه شما باشد که شما رو جادو کرده است. شما در این باره فکر میکنم که خبر دار. 22 مای ساعت 14 عزیزی به وفای من کجایی؟ با درخواست و طلب زیاد اخلاصمندان سازونوا برنامه کنسرتی هنرمندی محبوب و مشهور ضیاءالدین نورزاد تکرارا در بینای سرک دولتی برگزار می‌گردد. ای ماه دلارا ضیاءالدین نورزاد 15 سالگی فعالیت هنری خویش را جشن می‌گیرد. خواهر نشان مادر مرحبا با محفل نور و ضیا. خانه جادوگر بسوزد. اصلا میگن که الهی خانه دشمن نسوزد که من هم در بر او خانه دارم. تفصیلات این واقعه خیلی دور و دراز است دادرم، ولی نمیخوام در این مورد زیاد حرف بزنم و از کارمندان مقامات قدرتی نهادهای داخلدار من میندار هستم سری وقت این مسئله رو راستی گپ همان زمان پیگیری کرده بودند، گرچه هیچی گیرشان نآمد، چیزی به دست نآوردند، ولی من از یک نفر مرد با نام محیدین عرض سپاس میکنم. من از همون آدم همین نوار رو برای من آورد و عکس رو آورد. سر اول من فکر کردم که او از من چیزی میخواهد. پایان صحبت گفتم که برادر من چی خدمت کنم؟ شاید پول لازم داری یا که میخوای که در یگان محفل شرکت کنم؟ خندید که نه، از تو برای من چیزی لازم نیست، همین یک بردنان است که پروردگار برای همه میدهد. بله. من از روی انسانیت، از روی آدمیت همین چیز رو برای تو آوردم. میگوید که پایانتر کاروان به فکرم نام مزار یادم رفت، از همه جا میگذشتم، انخترش از سری گوری یا پدر یا مادرش میامد، از یکی از نزدیکانش که از دنیا گذشتن
چشمم به یک چقوری افتاد، دیدم در داخل سلفن همین عکس هست، عکس تو بیرون افتاده و از همون چقوری من گرفتم. دیدم که بازارچه ها بستند و گفت تنها تو را شناختم، باقی بانوان رو من نشناختم اونجا. و در میان عکسایی که برای من آورد، من یک نفر رو شناختم، بختیار، یک برادر نزدیک، و فهمیدم که اون مرد نه خیب میکند نه از من چیزی امیدوار است. یک انسانی است که برای خودش راست، یک انسان چی میگویند خدا ترس، با ایمان، با وجدان. اهمیت ندادم آقا، چون گفتم دروغ است. ولی آهسته آهسته میدونید انسان وقتی که به همون چیز داده می شود، خون خود تاثیرت میکند. میبینم گرد دیلم کم کم سیخ میزند، باز چشم چپم گردش سیخ میزند. همه انسان ها زندگیشون با باورها ساخته شده است. من هم خیلی خلاصه کردم، وقتی که من کمش باور کردم تاثیر منفی خش رو گذاشت، ولی بدتر عادت کردم و گفتم که همه چیز دست پروردگار است، دست خداوند است. اون نفر رو پیدا نکردید؟ از کجا؟ اگر شما یافته سراغش رو با من هم بگوید. من از کجا میدونم که کی بود چی بود؟ از یگون نفر شبهه نداشتید؟ شاید یگون سابق معشوقتون باشه، نمیدونم، شاید زن دوم. شما زن دوم داره؟ نه، من زن دوم ندارم. نه، یک همسر دارم، همسرم خیلی دختر خوب است. فرزندان جای تحصیل میکنن؟ بله، پسرچه کوانی مهراب‌الدین دانشگاه طبی میخواند، کورس سوم است، با دانش خودش داخل شد که البته برای من یک افتخار خیلی بزرگ بود. و خب دو دخترچه دارم و پسرچه خورده هم در سن 6 ماه. 4 فرزند. 4 فرزند. و از فرزندان یگون نفرشون کسب شما رو انتخاب نکردن؟ ذوق ندارن؟ پسرچه کلانی هم کم به ذوق کرد، ولی من نخواستم. ادونید برای چی نخواستم؟ برای اینکه همون شیرینی آواز رو ندیدم در او، همون ملیز، همون ناله، همون درد که گاه در خودم احساس میکنم در اون نبود. به همین خاطر گفتم این کاری تو نیست. در یک صحبت چند سال قبل من طریق رادیو شنیده بودم، گویا که شما رو زندگی وزنین مجبور کرد که سراینده شوید. این تا کجا حقیقت داره؟ نه، این نادرست است عبدالرحمن. همون دستگاه خبررسانی شما خطایی بوده است. خطایی؟ این نادرست است. 5 سالگی رادیو صدای شنبه بود، یکی از همکاران گفت که اگه صدا دو قدر بد نیست چی میشد یک سرودخوانی. من نگاه کردم به چهرهش، نگفتم، به زبان نآوردم، گفتم که این همین جای مرا گرفتن است. آن وقت من کاتبی مسئول بودم، میخواد که من آوازخوان شوم و از رادیو بروم. فکر همان وقت من بود. ولی الان که لحظه با شما صحبت میکنم و من از او تشکر میکنم که مرا مجبور کرد. و من همونجا ترانه نخستینم رو خوانده بودم با صدای یار یار. با صدای یار یار رفتی زی من ای نگار، از تو وفا ندیدم ای دلبری دل آزار. رفتی روانی من رفت، عمر جوانی من رفت. رفتی روانی من رفت، عمر جوانی من رفت. این عشق دل گدازت ای آستانی من رفت. این عشق دل گدازت ای آستانی من رفت. همین بود. این نخستین ترانه شما؟ بله، اولین ترانه من بود. و پس از یک هفته وقتی که از رادیو صدا داد، میبینم تا از ناحیه فرخار، ناحیه مسکوفسکی حالا همدانی، از مومین‌آباد، از قرغان تپه، از تمام مناطق کشور اون وقت نامه بود. برای من نامه می آمد. این قدر آوازی بودی که حتی یک لحظه سرم گیج رفت و تصور کردن نمیتونستم که همه این نامه ها عنوانی من است. ولی من از خود نرفتم و رفتم بازم دنبال ترانه های دیگر. ولی شما رو ترانه پرنده ها میان مردم مشهور کرد. بله، سرود صدای یار یار مرا شناسان، ولی معروفیت از جانب پرنده های مسافر بود. بله. و من در جای شنیدم که شما همراه یک دوست و هم کسبتون سیف الله بزرگ در یک توی
شرکت می‌ورزید و با قول شما رو کیداد میکنن و مبلغ شما رو یعنی حق خدمت شما رو پورا پرداخت نمیکنن. آغاز فعالیت کاری هم بود. امروز در رادیو پای کارم بودم روزی پنجشنبه. از پاسبانگاه زنگ زدند که چند دختر تو رو میپرسن. پایان اومدم که 3 دختری خیلی زیبا، 3 خواهری همین میگه از دهان مار گرفتن. واقعا دخترکای زیبا بودن. من خیلی جوان بودم. در دستشون کلچقند ایستادن. من سلام دادم. یک نگاه کردند و اعتبار ندادن. من حیران شدم گفتم که شما ما رو پرسیدید. یکیش گفت که نه ما زیادین نگاه داریم. من زیادین هستم که بعد این از جانبی اینش معنادار نگاه کردن. من خجالتی شدم. دخترها دیدند که من در حالت ناگوار ماندم و یکیش گفتم که برای چی باور نمیکنید واقعا من زیادین هستم. گفت اکا خفه نشید ما شما رو دیگه خیلی تصور میکردم. گفتم چگونه؟ که مثلا یک جوان روزبلا قاش پیوندی چشمان شهلا مثلا موی سر شانه زدگی مثل میتکن چکربورد همین مانند یک چیزی رو تصویر کرد که اصلا این چیزها یگانتش در من آثاری نبود و گفتم نه من همین گونه هستم که شما میبینید. بعد یکیش خجالتی شد گفت که هیچ گپ نکن. تورت دراز کرد و من میخواستم بالا روم که یک مرد وارد شد که وقت تو زیادینی؟ گفتم من که گپی هر خیل آدم گوش نکن. تو بچه زیبایی بود کم خرابی بالای سوختن نمکوب. گفتم ای که غم نتیگ بودم مثلا بایرون بالا رفتم که از پسم آمد گفت که توی دارم میخوام که توی مگذارنی در ناحیه کوی بیش. گفتم اکا من یک سرود دارم دیگه سرود ندارم که هیچ گم نمیشود همون 10 بار گردون خون میشه تیار شد تا روزه. همین زمان همکارم وارد شد سیفالله نگاه کرد که درباره توی صحبت داریم که اکا گم نیست زلو گبرو زلو بعد اون مردکم همون شما میدونید همون پولی که لازم بود نمیدونم چند سومانی برآورده داد. سیفالله حساب کتاب کرد که اکا 100 فایز ما میریم توی تاباد میکنیم. خلاصه رفتیم ناحیه کوی بیش. سیفالله از بازار 46 یک دختری چکه فروش هم پیدا کرد. رقاصه که در همون بازارچه 46 چکه فروشته بود. یک دختره که نازک اندام شرمگین خجالتی خورده ایستاده میگم که این رقص کردن میتونه؟ گفت که هیچشون نمیدونم. کجا گفتی؟ بازارچه 46 با قبش کردم. خب خلاصه توی آغاز شد. سیفالله میکروفون گرفت گفت به هر چی بوی وطن میدهد سلام سلام. تق یک کلمه مرد. دید که آخری کار رسوایی میکروفون آیست من با داد خپ بودم از صحنه بیرون شد. نوبتی من شد. یک دو ترانه ملایم خواندم. در اوج ترانه های شوخ کلمه دویم سوخت. من اپارات چیکار گفتم که صاحب اپارات اکا نمیشد که اپارات درست‌تر بیاری. شرمنده شدیم. میبخشی گفت 20 تومان میتیاد من 20 تومان و 20 تومان همین اپارات میشد. لیکن مردم رقص میکردن. براشون مهم نبود که من چی میخوانم یا در صحنه چی گپ رفته است. مهم آن بود که در معرکهشون زیادین نورزاد است. لیکن کسی چیزی نبود. خلاصه یکون وقتی گرفتن پول فرار رسید. سیفالله رفتم که بیا هر دویمون میرویم داخل کو ببینیم در کجاست. تابستون است. هوا رفتیم یگون کس نگاه نکرد. میدونید که بود عبدالرحمن سال 2005 که همگی یک ترانه داشتم. اون ترانه همان وقت ایجاد شده بود. وارد حوالی شدیم. یک حوالی دراز شبانگام چخیل از دهات کامپیرها نشستن. هم کودکو دو دورن این طرف اون طرف میدوند. همه بند کاری هست و از چند نفر پرسیدم که اکای توی دور کجا؟ کسی نگفت که کجاست. فقط یک کامپیر گفت که در درون خوبه. بعد گفتم چخیل خوب مزهش نشده است. تمپراتور کرده است. وارد شدیم که یک خانه کلان یک مرد خوب در بالش کرپا کشیدگی است. همه جوش محکم هوا گرم. بعد من سیفالله را گفتم که این نفسش نمیگیرد. گفتم این مرد کنی آواز براش. سیفالله بعد که نزدیکتر شد. اکا آی اکا از زیر کرپا صدای نالیش‌آمیز بلند شد. چی میگویی؟ کی تو؟ ما ارتیستیم اکا. حق ما را نمیتیم گفت که بعد هیچی نگفت.
خنده میتونست اون مرد یگون چی نگفت چند خا جنبجول کرد آخه پول برآورد که کرپت داد سیف الله گرفت و آسته حساب کرد که 100% همش توغری بعد گفت که اکا شما اما دوال نیه نوخی 100% همش دوال نیه بعد کرپت سختر کشید برند گمشی در ای بیرون پوشه این اولین توی من بود راستی اولین توی من بود من هر چی هنری داشتم در همون محفل من استفاده بردم برای خوشحالی مردم عیبی من نبود عیبی همون نفری بود که کلانکار رو آورده است یعنی که همون دینامیک هایی که آواز رو پخش میکنن همون رو سوخت عیبی من بعد خلاصه اونایی که شما میگوید یک نفر آمد من آوازخوانی نمیکردم در برون رادیو ایستاده بودم و اکا همجا کار میکنی گفتم بله گفتم چه خدمت بود یکون برنده زور نیسته یکی پس پیش نگاه کردم که اون کس نباشد گفتم هست دیگه کی گفتم خودم تو کی گفتم من زیادین نورزاد یک لحظه فکر کرد که ایها گفت خانگیامون خدا گوش میکنن اکا خب خلاصه اون جوان مرد گفت که نباشد اکا این محفلی ما آباد میکنیم گفت که اکا چند سامان است حق شما گفتم 50 سامان گفت وزنین فرامدیم با 40 سامان این خدگر ایستاد گفت که نمیشود اکا همین 30 سامان من گفتم آخر ما 2 نفر میرویم محلش چند کسی بیاید نوری دیده تاجی سر زیافت میکنن همین حق شما 30 سامان از این زیاد نیست من با اون خاطر که از رایش نگرده راضی شدم تای سامانی رفت یکی من میخواستم داخل شوم با نگاه هم او رو گسلانده ایستاده بودم دیدم که دویده آمد اکا نمیشود چی نمیشود که 20 سامان گفتم از برای خود کمتر حساب کن 20 سامان چی میشود داخل ما خب گفتم محلش میشود 20 سامان روز توی فرا رسید گفتم تنها نروم یکی از رفیقانم رو همراه گرفتم سیف الله بزرگ سیف الله بسیار انسان خوب است بله بسیار بچه دانشمند است در رادیو وقتی که سیف الله بزرگ مثلا فعالیت گسترده تر داشت برنامه ها میکرد باور کنید عبدالرحمن انسان ها شنونده های ما با اتوبوس ایکاروس نام داشت با همون می آمدن دیدنی من دریافت دارم وقتی من برنامه توصیه میدم که بله پیش توصیه میدم به یکی از برنامه‌های خویش دعوت کنید امروز سیف الله رفتیم ناحیه یاوان دهش رو گوید باز بهتر است مخلصان از نوع یوان رو تماشا میکنن نه دشمن و دیگر با توی دعوت نمیکنن نه خلاصه داماد پیش اومد ما پیشواز گرفت زیر همون تاکزار روی حولیش نشستیم آش آوردن خوردیم بعد وقتی داماد به سر عروس رفتن من از جای برخواستم دیدم که رفته ایستاده است نزدیک ژیگولی بود اون وقت اومدم تق زدم که تریزه رو پایان کرد با من نگاه کرد گفتم جورا اینا ما اومدیم 2 نفر رو کاری ما چی میشود توی در کجا میشود یک به چهره من نگاه کرد شما برنده بودی نه که هو مردک بوری 10 سامان میتیم اگر که خواهی برآمد کن نخواهی از همونجا شما باور میکنید عبدالرحمن تا دوشنبه من خندیدم و این خنده از گریه هم بدتر بود در همون شرایطی که من آن هنگام داشتم به 1 سامان اونقدر نیاز داشتم جای شنیدم که شما عاشق هنر یکی از آوازخوان‌های شناخته ما که خیلی صدای شیرین رمانتیکی دارد شبنم تاج‌الدین هست. بله. چرا دیگر نفر نه منیژن شبنم نه و محض شبنم تاج‌الدین؟ انسان ها در انتخاب آزاد هستند. بله. من جوانمردی، خوش صدایی، محبوبیت و معرفت شبنم ثریا را ارزش قائل هستم. یک بار برنامه دعوت کرده بودم با او صحبت کردم و 2 بار و بار دیگر در روزنامه درباره او من یک مواد به تب رساندم
شاهد بودم که با آنکه یک زن است خیلی جوان مرد است، خیلی انسانی نجیب است، یک دلی پاک و صاف و معصوم دارد. شبنم ثریا و خوشبختانه که امروز معرفگری صنعت والای ماست در تمام جهان. منیژه هم زیبا میخواند. شبنم واقعا یک صدای خیلی زیبا دارد. چون من زاده درد هستم شاید به همین خاطر شبنم را دوست دارم، چون ترانه های شبنم سر تا با از درد، از محزونی، گاه از ناکامی و محرومیت ها، جای دیگر از احساس های پر از عشق، پر از عاطفه، احساس های زیبا عبارت است. مثلا یک ترانه دارد: مبادا شب که نباشی شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود سراغ هم دیگر نگیرن. خلاصه زیبا میخواند، به همین خاطر دوست دارم. یک هنرمند دیگر رو خیلی من صدایش رو دوست میدارم و متاسفانه این زمان ترک صحنه کردم، زرینه هاشمزاد. با اون نفر هم شما دویت دارید. بله. دوستت میداره میدانیانه، خاطره ها میخوانیانه. اقلا همون یک لحظه شما نمیتونید که از روی آدمیت، انسانیت جوی همون زرینه دو مصرش خواهد. برنامه های شما رو تماشا میکنم واقعا. اصلا نقطه جالب برام همون خنده های شما. بسیار وقتی که افیر میکنیم مخلصان خواهش میکنن که اکای عبدالرحمن التماس یک بار شما خنده کنین و به خاطر خنده های شما برنامه را تماشا میکنیم. ولی کمبودیا هم است. زیاد است. و فکر میکنم شما همون برنامه 10 شرطه ما رو بسیار تماشا کردید، از همین خاطر ایراد گرفتید. رفت شما رو دعوت کنیم اشتراک میکنید؟ میایم. خب باز اون سالهای تکراری با بوز تقلید کنید که من بوز نیستم آخر. اگر نه من زیبا تقلید میکنم، با زاغ تقلید کنید، با مرغ تقلید کنید، با خیر یک چیزی با جالبتر پیدا کنید بعد دعوتم کنید. ما شرط های جالب پیدا میکنیم، شما رو حتما دعوت میکنیم. میبینم. من شما رو احترام دارم چون نان و نمک شما رو خوردم. شما ما رو به کنسرت دعوت کردید. یک وقتا آدمگریتون خیلی بلند بود. یک وقتا زمانی. حالا نه نمیدونم حضورش من کم با شما می‌نشینم میخیزم. مخلصان عزیز یادآور میشویم شما برنامه چهره آشنا رو از کانال تاجیکان گروپ تماشا کرده استودید و مهمانی برنامه ما هستند روزنامه‌نگار و هنرمند شناخته ضیاءالدین نورزاد. و بیاید به خاطر مخلصان از یگان ترانه جدید شما که هنوز به سمع ایشان نرسیده است. پدر حرفت همیشه روی لب هاست، پدر مهرت همیشه در دل ماست، پدر دفتری شعرت روی تاقچه، پدر آرامش قلبم به شب هاست، پدر یادم نرفته است مهربانی، پدر یادم نرفته است خوش زبانی، پدر از وقت رفتی من شکستم، همه حرف دلم از ناتوانیست، پدر تنها شدم تنهایی سخت است، پدر تنهاییم از دستی بخت است، پدر تنها شدم تنهایی سخت است، پدر تنهاییم از دستی بخت است. پدر و مادرت هستم. شکرم. خدا عمرشون دراز باشد. تشکر از شما که یک فرزند خوبه برای این ملت دادید، یک فرزند کنجکاو ملایم خنک بچه خوب. عادتا شما در تمام برنامه‌هاتون پول میدید؟ نه من دیدم که پول میدید شما. در برنامه 10 شرط نفری که از اجرای همه شرط ها با پراگل میبره 200 سومانی ما توفیق میدیم. تا اون روز خدا پادشاه شما بیاید کار امروزه رو با فردا نگذار. با امیدی نسیه از دنبای نقد نمون. شما دادنی هستید؟ پول البته. پول؟ بله. بدی نوار میدهید. پول رو. این از بریم پول خب. و چی آرزوی دارد که هنوز عملی نشده است و زیاد میخواهید که اون جامعه عمل شده باشد؟ آرزو را در دل خود زنده دار تا نگردی سبزه خاک مزار. به آفرین.
من فکر کردم که تنها این شاهبیت رو من میدونم، شما میدونستید. آرزوها زیاد هستن. اگر روز عبدالرحمن شما فکر کنید که به همه آرزوهاتون رسیدید، پس تصور کنید که زندگیتون پایان یافت. بله. شکر که وطنمان آباد است، آسوده است. از همه مهم امنیت است. مردم، انسان‌های عادی به من محبت دارند. اعتراف هم کردن که البته برای من مایه فخر است. آرزو دارم که برنامه کارسرتیم رو گذرانم و پسرچه‌ام رو که امسال انشالله کرسی سوم رو تمام میکند خانه‌دار کنم و حالا پای جستجوی یک کلین خوب است. بله. و تشکر میگویم به شما برادر عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و فکر میکنم که یک صحبت خوب و خاطرمان بود و البته که پسند خاطر مخلصان برنامه ما میکرد و در آخر برنامه به مخلصان و بینندگان برنامه ما تمنیات شما. تمنیات یک آوازخوان، آرزوی یک هنرمند چی بوده میتواند؟ مثلا شما چی آرزو میکنید؟ تو شود. عبدالرحمن در تو همراه گلدانه غزلگو شود. واقعا به گلدانه سلام، به دوستی همیشگی هم شما هم بسیار دختری خوب است. سلامتی، خوشبختی، خوش روزگاری، همیشه در زندگی موفق باشید. همیشه خنده کنید، خوشحالی کنید، زیرا میگن دنیا نکند کرای غم خوردن ما. برنامه های دادرم عبدالرحمن گوش کنید. عبدالرحمن هم بچه خوب است، هم بچه اهل فهم است، هم مؤدب است. واقعا من از میان تمام برنامه‌ای که به استثنای برنامه‌های آرزوی سال، بله، یکی از برنامه‌های دوست داشتنی من این 10 شرط است. من خیلی میخوندم. ما حتما شما رو دعوت میکنیم و تشکر میکنم و از مهراج برادر عزیز که پس نوار خدمت میکند و فقط خواهش دارم هنگام نوشتن شعر کامنتاریا یکم از احتیاط کار بگیرید، زیرا من هم آدمم، من هم دل دارم، من هم چشم دارم. این چشم میتواند که گریه کند، این دل میتواند که خون شود. باعث آزار و ملال رنج همدیگر نشویم. دوستای عزیز، اگر خوبی کردن نمیتوانید، حرف خوب نمی نویسید، حرف بد ننویسید، آهسته از کنار هم برنامه به نیمی باریکیتون گذارید و در کارهای میبده شما به شما برای رو کامیابی های نو رو تمام میکنید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه چهره آشنا بودند روزنامه‌نگار و هنرمند محبوب دلها ضیاءالدین نورزاد. شما به کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید، زیرا دستگیری شما پیشرفت فعالیت ما میگردد. خیر تا برنامه های دیگر، سلامت و موفق باشید.